شهادت جانگداز رئیس جمهور محترم و عزیز و پرکار و همراهان ایشون جدا مصیبت سنگینی بود. همه اعتراف کردند که مرد کار بود، مرد عمل بود، مرد خدمت بود، مرد صفا و صداقت بود. اینو همه اعتراف کردند. شب و روز نمیشناخت. در خدمتگزاری به کشور یک نصاب تازه‌ای رو به وجود آورد. ما شخصیت‌های خدمتگزار داشتیم قبلا هم، اما نه در این حد، نه با این حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن. یک نصاب جدید رو آقای رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمتگزاری به ملت ایجاد کرد. این همه تحرک خارجی و سفر خارجی آثار ارزشمندی با برکتی برای کشور داشت، هم برای امروز کشور هم برای فردای کشور. ایران رو در چشم رجال سیاسی دنیا بزرگتر و برجسته تر کرد. این برای ما که سالهای متمادی با مسائل خارجی سر و کار داشتیم چیز جدید و با ارزشی است. به کسانی که به خود او بدی کرده بودند با کرامت برخورد میکرد. پاسخ تند، پاسخ زشت، پاسخ عصبی به کسانی که حتی به او اهانت کرده بودند نمیداد. بعد از فقدان این عزیز من دیدم همه تقریبا روزنامه‌ها، همه مطبوعات در فضای مجازی اشخاص گوناگون از جریان‌های مختلف، دیدم همه از خدمات او و تلاش‌های شبانه روزی او حرف میزنند، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرفا رو بگن. این برجستگی ها رو میدیدن اما کتمان میکردن، بلکه عکس اون رو میگفتن، او رو میآزردن. او البته غالبا جواب نمیداد، اما گاهی پیش من میآمد مقداری شکایت میکرد. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت.